بیاید حاضر شیم بریم افتر ورک. خب حالا سوال پیش میاد افتر ورک چی هست؟ به این که بعد از ساعت کاری با همکارات مثلا جمع شین و رستورانی باری جای بشینین یه گپی بزنین تایم با هم بگذرونین میگن افتر ورک، یعنی بعد از کار. بعد حالا یه سری رستورانا یا بارا میان به صورت ایونت برگزار میکنن این افتر ورک ها رو. اون رستوران یا بار اعلام میکنه مثلا جمعه شب ما ایونت افتر ورک داریم، بعد هر کسی که توی شرکت های اون منطقه کار میکنه میتونه جوین بشه. یعنی مردم فقط همکارای تو نیستن، هر کسی از هر شرکتی با هر شغلی میتونه باشه. خنجر کشیدم. تم اینجور ایونت هم بیزنس کژواله، یعنی عملا تو از سر کار باید بری، ولی من چون امروز از خونه کار میکردم باید حاضر شم. این ایونت ها خب هم فانه، هم آدمای جدیدی که ملاقات میکنی اضافه میشه به نتورک کاریت. این از لباسم. این نتورک کاری که میگم میتونه بهت کمک کنه اگه میخوای کار پیدا کنی. من خودم دانشجو بودم، چند تا از این ایونت ها شرکت کردم که هر دوتا کاری که اینجا پیدا کردم از همون نتورک بود. اگه پروژه کاری داری انجام میدی، دنبال یه کسی هستی توی یه شرکت معتبر، شاید توی این نتورک ها پیدا کنی. بریم ببینیم امشب چه خبره. اینم نمیره تو. Let me take a step